درود به دوستان عزیز، درود به هممیهنان عزیز، همزبانان و تمام انسان‌های دنیا. دوستان، خودتون میدونید که ما به روز تاریخ سازی داریم نزدیک میشیم. من داوود خسروآبادی از آمریکا با شما تماس میگیرم و خیلی دلم میخواد این چند صباحی که از عمرم مونده بیام اگر میتونم حقایقی رو به شما بگم، تجربیات خودم بگم، تلخ شیرین، شاید به درد شما بخوره به شما نخوره، و سعی دارم تا اونجا که میتونم تعداد بیشتری برای شما ویدیو تهیه کنم. از شما میخوام با من تماس بگیرید، پیغام بذارید، در این صفحه ما ممبر بشید، مشترک بشید، و اگر میخواید بیایید صحبت کنید، من بیکارم، 24 ساعت روز، هفته 7 روز در اختیار هموطنان هستم. هر وقت شما بخواید میتونید بیایید یک صحبتی با هم بکنیم و بتونیم صدای شما را طریق همین رسانه رادیو تلویزیونی به گوش دنیا برسونیم. روز 25 شهریور روزی سرنوشت ساز برای ملت ما و روزی خواهد بود که بشریت یا جامعه جهانی درس دیگری از مردم ایران خواهند گرفت. درس چی؟ درس این که ثابت شود حق دادنی نیست، حق گرفتنی می باشد. اما دقت کنید، در چنین مواقعی حملات منفی بافان، خائنین، مزدوران، خودفروختگان از کرانه‌های شمالی شاخاب فارس تا مرز خاوری اقیانوس آرام شروع خواهد شد، چه در داخل این مرزی که برای شما گفتم، چه در کشورهای خارج. چون میدونید که ما هم وطن پرست زیاد داریم و هم میهن فروش. چون به مجردی که ما پیشنهاد همبستگی فراگیر پاکندیشان سراسر جهان رو بکنیم، با معدودی از فرمایشات مخرب کارشناسان و کاردانان روش تفرقه انداز و حکومت کن مواجه خواهیم شد که به بهانه‌های مختلف، نه دلایل درست، امر همبستگی رو غیر ممکن میدانند و میگویند غیر ممکن است، و دلایل آنها تنها دلایلی است که در زندگی مملو از افکار و اعمال منفی خود آموختند. دلایلشون فقط بر مبنای تجربه است که در زندگی منفی و افکار منفی خودش یاد گرفتن، که این تجربه منفی آنان و منفی بافیشون برای انسانهای مثبت اندیش سازنده و انسان دوست پشیزی ارزش نداره. در درجه اول باید این موضوع رو گوشزد کنم که از بیشتر انسانهای منفی بالفطره مشکل میتونیم روحیه مثبت و سازنده رو انتظار داشته باشیم، زیرا خود اونها هم دوستان قربانی محیطی بودند که در زمان باربری توسط پدر و مادر، هنگامی که در رحم مادر بودند و پس از تولد و در زندگی خود همواره با حرفای منفی از قبیل نه، نکن، نخور، ننشین، نگو، نپرس، ندارم، نمیدانم، نرو، نیا و صدها حرف دیگه منفی روبرو شدن، و چون افکارشان مملو از حروف و نتیجتاً اندیشه منفی است، هر امری را ناشدنی میدونند، جلوی هم ازشون نمیشه کرد.
اینطوری بزرگ شده. خصلت این نوع انسان ها مثل آهنرباییه که هر دو قطب اون بار منفی داره. یعنی آهنرباها یک بار منفی دارن، یه بار مثبت، اما اینها سر تا پاشون منفیه. با هیچ وسیله هم نمیشه اونها رو به آهنربای دارای دو قطب منفی و مثبت و به زبان ساده تر قطب شمال و قطب جنوب تبدیل کرد. و نیرومندترین انرژی در دسترس بشر هم از این دگرگون کردن افکار اونها ناتوانه، نمیشه، ذاتشون منفیه. هموطنان گرامی، باید با چشمانی باز و اندیشه نیک بکوشیم تا به این آهنرباهای دو سر منفی فرصت اینو ندیم تا در همبستگی ما خرابکاری کرده و ما را از دستیابی به هدف مقدس یگانگی و نتیجتاً پیروزی باز بدارند. زیرا چنان که مواظب آنها باشیم و منفی بافی آنها را ارج ندهیم، نخواهند توانست وزنه سنگینی در جلوی پای ما باشند و بفهمند که جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. پس اجازه بدید تا دست همبستگی رو بفشاریم. همین سال روز در گذشته و زنده یاد مهسا امینی نزدیکه. در این روز چه باید بکنیم؟ آیا باید اجازه بدیم که هزاران جوان و هم میهن دیگه به لیست کشتار رژیم کودک کش اضافه بشه؟ مادران، پدران، خواهران و اقوام و خانواده های بیشتری داغدار جوانان سلاخی شده خود بشن؟ همین دقت کنید خاکستر نشین ها، ما دیگر نمیتونیم در چنین زمانی که شعله های آتش رستاخیز مردم بر علیه غاصبین و متجاوزین کودک کش سراسر مملکت رو فروزان کرده، بشینیم و فقط رول خاکستر تهنشین و بی حرکت این آتش رو بازی کنیم. یعنی در خونه خود بشینیم و با تمام وجود خود ظلم و فساد و اختلاس ها و دزدی های میلیاردی رو ببینیم و منتظر باشیم تا جوانای وطنمون، نوجوانانمون، دختران و زنانمون سینه های خودشون رو سپر کنند، گلوله مزدوران رو بخورند، در خون خود غرق بشند، بازنشستگان غارت زده در خیابونها مورد ظلم و ضرب و شتم قرار بگیرند، به زندانهای رژیم برند تا ما در خانه خود نشستگان بتوانیم از فداکاری و نتیجه فداکاری آنها استفاده کنیم و به حق از دست رفته و یغما شده خود برسیم. و همین این نشستن شما در خانه و ملحق نشدن به مبارزین کار اخلاقی و شرافتمندانه ای نیست. گرامی، شما نیز از همین ملت حق از دست داده هستید، شما هم جزوی از این ملت هستید و باید به این بندیشید که حق دادنی نیست، حق گرفتنی می باشد و باید به این بندیشید که حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. پس باید، ببین چند بار واژه باید رو استفاده میکنم، برای گرفتن حق دزدیده شده خود به مردم حق طلب بپیوندید. زمانی نیست که ما بتوانیم در چنین موقعیت سرنوشت سازی به
مبارزین ملحق نشیم و به بهانه‌های غیر معقول و غیر منطقی از زیر بار مسئولیت میهن پرستانه و وجدانی خودمون شانه خالی کنیم و در آینده در مقابل دوستان، اقوام و همسایگان خود هم شرمگین باشیم. خب همسایه ها شما رو میبینن از در خونتون نمیان بیرون. اون همسایه جوان از دست داده نگاه میکنه، میبینه داره میره بیرون، داره ملحق میشه به مبارزین و تو نشستی در خونت هم باز نمیکنی. فردا میخوای جواب اینو چی بدی؟ میخوای چه جوابی به اینها بدی؟ آیا فردا انگشت نما نخواهی شد؟ اما این هم میدونیم که اشخاصی هستن که از کار افتاده، بیمار، یا کسانی که ضعف و نارسایی های جسمی دارند و یا به هر دلیل موجه و انسانی و شرافتمندانه‌ای توان الحاق به مبارزین را ندارند. اینا یک عذر کاملا موجه دارن و از اونا توقعی نیست و حتی اینا بهتره که از خونای خود هم خارج نشن، چون حرکت اینا از این ور به اون ور برای متحرکین دردسری خواهد بود. جلوی کار اونها رو خواهد گرفت، جلوی اونها رو سد خواهد کرد و همسایگان هم این رو میدونن، حتما میدونن. همسایگان شما انسان هستن، میفهمن که شما مثلا بیماری دارید یا راه نمیتونید برید یا ضعیف و سال خورده هستید. خانه‌خواه از شما توقع ندارن بیایید خیابون و اعتراض کنید. اما اینو هم گوشزد کنید، همین اشخاصی که از ورود به رستاخیزهای ملی معذور هستن هم میتونن حتی در بستر خود خدمت کنن، همکاری کنن، همبستگی خودشون رو نشون بدن. چیکار کنن؟ میتونن در بستر نشسته خود یا در خانه خود اخبار مربوط به اتفاقاتی که هر ثانیه میافتد و با استفاده از وسایل رسانه‌ای مثل کامپیوتر و تلفن همراه خود به دیگران و جامعه جهانی برسونن. این هم خودش یک نوع مبارزه است. خبررسانی، افشاگری، روشنگری دنیاست. این هم مبارزه است و اینها تا میتونن باید سعی در نشان دادن و پخش اخبار مبارزات مردم و جنایات رژیم به بشریت باشه. این خودش کار ارزنده‌ایه. این کار خودش کار بسیار ارزنده‌ایه، کار پر ارزشیه و کاریست. این کاریه که به پاخیزی به پاخیزی مردم، کاریش که این به پاخیزی مردم شدیداً محتاج اون هستش. آیا از انجام این خدمت هم معذور هستید؟ آیا از انجام این کار هم معذورید؟ آیا قدرت این کار رو هم ندارید؟ حالا اگر به دلایل صحیح و منطقی و صادقانه این کار هم از شما ساخته نیست، بازم شما میتونید خودتون رو یک فرد مبارز فکری حساب کرده و غمی هم در دلتون نباشه. آرزتونه برید تو خیابون، آرزتونه برید جلوی مزدور بیستید، ولی نمیتونید، هیچ راهی هم ندارید، کارهای رسانه‌ای هم نمیتونید بکنید. اینا خانه‌خواه همسایگان شما میفهمن و شما نباید غمی در دلتون باشه. عذرتون کاملا موجهه. شما ناتوانید، میهن فروش نیستید، خائن نیستید.
کشور ما و زندگی مردم ما توسط مشتی بیمیهن به یغما رفت، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. و این قشر از انسانیت بیخبر دست از این اعمال غیر وجدانی و ناجوانمردانه خود دست بردار نیستند و روز به روز هم بیشرمانه به کارهای خود ادامه میدن. دزدی رو ادامه میدن، فحشا رو ادامه میدن، سیغ فروشی رو ادامه میدن، کتک زدن رو ادامه میدن، اعدام رو ادامه میدن. آخه این اعدام ها واقعا همتون فکر کنید، واقعا یک بشر میاد یک مادر رو به خاطر یه فرزندش بس هم یک سطل آشغال رو آتیش زده یا هول داده اعدام کنه؟ اون قاضی که چنین حکم اعدام رو میده اونو باید با قیچی تکه تکش کرد. ما هیچ راهی به جز کوتاه کردن دست کثیف این قشر نداریم، وگرنه باید منتظر همین ناراحتی‌ها و خسارات و جگر گوش از دست دادن ها باشیم. اما یادتون باشه روش مناسب مقابله و کوتاه کردن این دستای کثیف، اما مسلح اونها که بر حلقوم زندگی و جسم و روح ما فشار میاره چیه؟ آیا ما هم باید با دست خالی به مقابله با آنها روان شویم؟ عاقلانه هستیم؟ هم میهن مبارز، هم میهن زجر دیده، هم میهن ستم کشیده، هم میهن به یغما رفته. هیچ ملتی در زمان روبرویی با دشمن، مخصوصا اگر دشمنی سفاک، بی‌رحم، ناجوانمرد، وطن فروش و بی همه چیزی مثل رژیم کنونی و عمال اون باشه، نتونسته، نمیتونه و هرگز هم نخواهد توانست به طور متفرق و یا با دست خالی برنده مبارزه و فاتح این جنگ باشه. هیچ ملتی نتونسته در مقابل یک متجاوز، مخصوصا متجاوزی که بو از شرافت و انسانیت نبرده، دست خالی بره و موفق بشه، فاتح بشه. امکان نداره. آیا ما از این قاعده مستثناییم؟ ببینید همین روز سالگرد مهسا بدون به توجه به نتایج اون که چی میشه تاریخ ساز خواهد، اما چقدر با ارزش میشه که تاریخ نشون بده که ملتی ستم کشیده را که غارت هم کردند، ملت ستم کشیده و غارت زده توانسته ستمکاران و دزدان غارتگر را به زیر بکشه و اونو لگدمال کنه، به جنایات و فساد و سیغ فروشی و دزدی این رژیم خاتمه داده خودش از ظلم و قدرت ننگین و کثیف اون نجات بده. اما چه باید کرد؟ این نظر منه، من کاری دیگه نمیتونم بکنم. من از اونایی هم که باید کنار گد بشینم و بگم لنگش کن. چرا؟ چون تو که داخل گود هستی، اگه لنگش کنی دیگه من احتیاج به این ندارم که به تو بگم لنگش کن. تو قبل از که من بگم لنگش، اونو لنگش کرد. اما چه باید کرد؟ چگونه باید پا به میدان مبارزه گذاشت؟ آیا ببین چقدر من راجع این مسئله تکیه به این مسئله میکنم، آیا تنها و دست خالی به مقابله با دشخیمان کفتار صفت تا دندان مسلح رفتن کار درستیه؟ یا این کار فقط داوطلبانه به استقبال مرگ رفتن می باشه؟ فراموش نکنید
که در همچین موقعیتی، در موقعی که ما به پا میخیزیم و میریم تو خیابونا، باید با تمام وجود خود در فکر این باشیم که جان خود رو به خطر نندازیم. تا اونجا که میتونیم برای زنده ماندن و آماده شدن برای مبارزه مستمر با رژیم و عمال اون بکشیم. زیرا شهید شدن ما که دردی را جامعه دوانه میکنه. شهید شدن ما کاری انجام نمیده. شهید شدن ما نه تنها کاری انجام نمیده به جای خود، بلکه جامعه و مخصوصا نزدیکان ما رو شکست دل، داغدار و عزیز از دست رفته میکنه و این بر قدرت رژیم که بر مبنای بترسان و حکومت کن اضافه میکنه. نباید فراموش کنیم که در زمان حاضر کاری رو که ضعیف در این فرد مبارز و مخالف، کاری که ضعیف ترین فرد مبارز و مخالف در راه مبارزه عملی میتونه انجام بده، صدها شهید هم از انجام آن عاجز خواهند بود. شهید فقط نام داره و احترام، یه نه اسلحه میتونه به دست بگیره، نه فریاد میتونه بزنه، نه میتونه به روبرویی با دشمن بره، نه میتونه مزدور رو کتک بزنه. چرا؟ چون یک شهید قادر به حرکت مبارزه نیستش دیگه. پس شهادت اگر بتونید شهید یعنی خلاص بشید و لطمه و ضربه نخورید، شهید شدن شما یک حرکت مبارزه ای نیست. وقتی که میدونید و مطمئنید که دشمن لوله اسلحه رو به طرف شما میگیره تا سینه شما نامردانه، دستی و قلبانه آماج گلوله بکنه و سوراخ بکنه، در این حالت سینه خود را به جلوی گلوله دشمن دادن و سلاخی شدن، اون هم سلاخی شدن به دست یک موجود بی وجود، این قهرمانیه. و یا راه صحیح دور شدن از جلوی گلوله است و فرار از کشته شدن. آیا فرار از جلوی گلوله و نجات خودمون و آماده شدن دوباره و بازگشت آماده تر و مجهزتر برای مقابله با دشمن و از موقعیت بهتر استفاده کردن برای ضربه زدن به مزدور عقلانی تره، یا اینکه کشته شده؟ امروز فرار کن، برو نیم ساعت دیگه برگرد. آیا در گروه های صدها نفری به مقابل دشمن رفتن و اونو به وحشت میاندازه، یا به تنها یا یک نفره و یا گروه های با تعداد کم در مقابل دشمن ایستادن تن اونو به لرزه میندازه؟ دقت کنید. همین با هم به مبارزه برید، با هم فریاد حق طلبی بزنید، دست در دست هم بمانید. حتما ممکنه مزدوران به شما حمله بکنن، اینو دقت کنید، و دوستان و هم میهنان شما رو هم دستگیر کنن. یادتون باشه اگر مثلا اینا 10 نفرن، اگه دفعه شما 30 نفری ناگهانی و غافلگیرانه به طرف اونها یورش ببرید، میتونید هم اونها رو از دستگیر کردن هم میهن خودتون وابدارید، هموطنتون رو از دستگیری و زندان و شلاق و حتی اعدام نجات بدید، و هم شاید قادر باشید با مهارت اونها رو خلع سلاح کنید، اسلحه اونها رو از اونها گرفته و صاحب بشید. به 4 تا لغت هم بزنید، مثلا 2 تا لنگ و پا و دست کردنم بشکنید. شاید این فردا دیگه جرأت نکنه، که نمیکنه، به طرف شما برگرده. البته این پیشنهاد من
ممکنه عملی نباشه، من فقط پیشنهاد میکنم، نظرمو میدم، گوشزد میکنم. تصمیم اجرای اون با خود شماست، چون ممکنه فرصت مناسب برای شما برای چنین کاری پیش نیاد. اما قبلا با هم صحبت کنید گروهی و بگید اگر کسی خواستی که از ما رو دستگیر کنه، ما چنین برنامه‌ای رو هم خواهیم داشت. یادتون باشه در رابطه با پهلوانی میگم، در رابطه با شهید نشدن میگم، پهلوانی 10 دنگه. یه دنگش اینه که وایسی از خود دفاع کنی یا طرف از پا بندازی و لتو پارش کنی، یه دنگشه. 9 دنگ بقیهش اینه که اگه حریف نمیشی امکان داره کتک بخوری، جون خودتو ببازی و یا یک گروه 10 نفره به تو که تنها هستی حمله کنن، تو رو از کار بیاندازن یا بکشن، فرار کنی. فرار 9 دنگ پهلوانیه، چون عقلت رو به خرج بدی. چرا فرار؟ این فرار از روی ضعف نیست، این فرار از روی منطقه. چون ایستادن و از دشمن کتک خوردن و یا جان باختن پهلوانی نیستش، این پهلوان نمیشه. همین عزیز، من به شما بگم یادتون باشه سالروز مهسا نزدیکه. این الان کار رژیم به جای رسیده که این از مرده ها هم که الان خاک شدن، از اینها هم وحشت دارن. اجازه نمیدن کسی بره برای اینا مثلا 7 بگیره یا سالگرد بگیره یا 40 بگیره. چرا؟ برای که میترسن از شما، وحشت دارن. اخباری که به من رسیده اینه که ریزش در بین خود مزدوران رژیم شدید شده. من حتی شنیدم 80% شده این ریزش. استفاده کنید. اگر میدونید از دوستانتون مثلا جزو این مزدوران هستن، باشون صحبت کنید. اگه گوش نمیکنن یه جوری کارتون انجام بدید. کاری نداره، در شهر کافیه یه پتو بندازید روش، 7-8 نفر اینقدر بزنینش که برای یه هفته بستری بشه، هیچ هم نفهمه کی زدتش، همونجا بپیچین و درید. چه کارهای مهمتری رو من دیدم دارید میکنید و شما افتخار میکنم. چند روز پیش خانم ایرانی، دختر ایرانی، خواهران من، دختران من رفته بودم برای معاینه پزشکی. من آمریکا هستم. داشتم به تلفن همراه گوش میکردم، صداشو کم کرده بودم ولی دیگران توی اتاق میتونستن بشنون صداشو. یکی برگشت روی کنجکاوی به من گفت این چه زبونیه؟ گفتم this is Persian. گفت oh Persia Cyrus the Great، کوروش کبیر. گفتم yes. یک دفعه یک پیرزنی که روی بیلچر نشسته بود که روی فلج بود دستش گرفت بالا، گفت به انگلیسی، گفت زندگی آزادی. 20 نفر بودن، 15 نفر 20 نفر تو مطب دکتر. البته این مطب مثلا چند تا دکترن، همشون یه اتاق انتظار دارن. یه دفعه اینا شروع کردن با هم دست زدن و شروع کردن. من دارم به اصطلاح ویدیوش شاید داشته باشم. یه دفعه گفتن woman life، ببخشید woman life freedom، woman life freedom. ببینید چه افتخاری منه پیرمرد کردم که تمام پرستارا و کسانی که تو اون کلینیک کار میکردن، حتی دکتر خود من که یک دکتر هندی هست متخصص قلبه، جراح قلبه، اومدن ببینن چی شده. وقتی اینا میگفتن زندگی آزادی، سرای تمام این پرستارها، کارمندا و یکی دو تا دکترها به طرف من برگشت. فهمیدن، میخواستم ببینن عکس العمل من چیه.
منم داشتم با اینا دست میزدم. آیا افتخار نداره؟ آیا این افتخار نیست؟ هم میهن بانو و دوشیزه، شما درسی رو دادید که الان میبینید دیگران مخصوصا کشورهای دور و دارن کپی میکنن درس شما. من 2-3 روز پیش توی یک ویدیو دیدم که خانومهایی در سوریه فکر کنم اومده بودن تو خیابون و به فارسی میگفتن زن، زندگی، آزادی. البته بعضیشون هم به کردی میگفتن، شاید هم کرد بودن، زن جیان همچین چیزی، درست یادم نیست دارم. این افتخاره، این افتخاره. سعی کنید آخوندهای با شرف رو هم پیدا کنید. ما خیلی آخوند داریم که اینا اصلا به طور کلی با جمهوری اسلامی مخالف بودن، همشون هم الان بیشترشون خلص لباس شدن یا خودشون لباس خودشون در بودن. اونها رو هم پیدا کنید، فراموش نکنید یک آخوند یک نفر نیست، خودشه، خانوادهشه، رفقاشن، اونایی که بالای منبر میره اونا هستن. خیلی از آخوندهایی که من میدونم، حتی شینم یک آیت الله است، الان نمیدونم زنده باشه یا نه، که سبزی فروشی میکنه که مجبور نشه پول منبر بگیره یا بره روزه خونی بکنه. یکی از آیت الله هایی که واقعا منو در مورد آخوندها از خواب بیدار کرد، شخصی به نام آیت الله العظما عبدالحمید معصومی تهرانی. من یه روز توی کلاب هاست نگاه کردم، دیدم یه همچین کسی هم هست، تحقیق کردم دیدم ایشون حتی آثار هنری و خط نویسی و طلاکاریش در کنگره، در کتابخانه کنگره امریکاست. با رادیو اسرائیل مصاحبه کرده، که ما با یهودی‌ها اختلاف نداریم. از حق بهایی ها دفاع کرده. تو رسالهش من خوندم نوشته آخوند نباید پول منبر بگیره. وقتی یک آخوند میره بالای منبر نباید پول بگیره، چون اگر پول بگیره ممکنه تبدیل به دین فروش بشه. بستگی به اون احتیاج که مثلا اون صاحب مسجد یا اون گروهی که مسجد رو دارن یا کسانی که پول میدن مجبور بشه دین فروشی کنه. ایشون نوشته خمس نمیگیره. اینا رو من تحقیق کردم، هموطن برید تحقیق کنید. آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی، شنیدم حتی 5 سال 4 سال نمیدونم زندان بوده، حدود 204 ضربه شلاق خورده. چرا؟ چون یک روزی گویا دانش آموزاش، طلبهاش ازش میپرسن، میگن آقای آیت الله، زمانی که خامنه ای میخواسته انتخاب بشه یا انتخاب شده، از این میپرسن، میگن که آقای آیت الله شما در رابطه با صلاحیت خامنه ای چی میدونید؟ ایشون میگه ایشون صلاحیت نداره. به شاگرداش سوال میکنن، نم جواب میده. این چیکار میکنن؟ 2 روز بعد میان میگیرنش، میبرن به عنوان مخالفت با نظام شلاقش میزنن، کتکش میزنن، بهش بی احترامی میکنن، خلع لباسش میکنن. من نمیدونم اینا که میان خلع لباس میکنن، مثلا اون آقا میری رو خلع لباس کرد، مگه اینا پول لباس اینا رو دادن؟ یک برنامه دیگه دارم در رابطه با همین توطئه‌ای که رژیم بر علیه آخوندهای میهن پرست کرده و اومده یه چیزی به نام دادگاه های روحانیت رو درست کرده که همه ما فکر میکنیم این دادگاه های روحانیت یه چیزی به خاطر آخونده. نه، این به خاطر جلوگیری از
مخالفت آخوندهای میهن پرست رژیمه. اینا رو من تحقیق کردم، اینجا نیومدم از کسی دفاع کنم، نه مسئله من دفاع نیست. برید توی یوتیوب رادیو تلویزیون مانی، من اونجا 50-60 نوار دارم. از این 50-60 بیشترش بر علیه آخوند گفته شده، اما زمانی که فکر میکردم همه آخوندها یکی هست. اما همه یکی نیستن. آخوندها رو به طرف خودتون بیارید. خیلی هستن اصلا لباس اومدن بیرون، اونها رو مخصوصا به طرف خودتون بیارید. من از آقای آیت الله العظمی عبدالحمید معصومی تهرانی پوزش میخوام اگر اینجا اسمشون آوردم به برایشون باعث دردسر شدن، ولی خب ایشون آب از سرش گذشته. چه یک قاشق، چه یه استخر، چه یه دریاچه. با شما به درود میگم، وقتم تموم شد. باز دوباره برای مدتی بعد یک برنامه دیگه هم براتون درست میکنم. دوستان اینجا میایید ممبر بشید، لایک بدید، چون لایک که میدید صفحه زود میاد بالا، یا حداقل یه اوکی اون زیر به انگلیسی بزنید و انتقاد کنید، اعتراض کنید، فحشم میخواید فحشم بدید، با من تضاد دارید بیایید بگید. بازم میگم دوستانی اگر هستن که میخوان در این برنامه شرکت کنن، این یک رسانه جدیده، کمک کنید چون من باید یه نفر از بین شماها پیدا کنم که این رسانه رو تحویل اون بدم. بدرود میگم تا برنامه بعدی.